بفرستیم. زورو بس است اکنون ننوش. همه تو رو همچون حامله‌دار میدونن. خانگی اوقایتون فهمن چی میکنی؟ چی میگویی؟ یعنی دروغ گفتنی باشی چی میگویی؟ بله دروغ گفتم. بابایم را هم فریب کردم. حامله‌دارم گفتم. آینه‌دار شدم گفتم. چه خیر کردم؟ من چی کردم سلیم؟ بس از زورو تو هم از حد گذروندی کو؟ گذراندم ازدواجی ساخته کردم. ساخته حامله‌دار شدم. من ننوشم کی بنوشد سیرین تو هم بنوش. میشود لیکن من نوشم تو رو کی به ترتیب می‌دارد؟ یعنی تلینم هم راست میگوید. من ساخته کار دروغ گویم. من بسیار یک آدمی بد هستم. بد نام الله هم ناحقی کردم. نه زورو جون تو ساختکار هم نیستی دروغگوی هم. تو برای خوبسند کردنی بابایت این کار رو کردی. در سین جوانیت تو حیاتت رو برای بابایت فدا کردی. اما نمیدونم این بازی ساخته تو کجا دوام میکنه. سلین ساخته هم باشد من آینه دارم. اما مانندی دیوانه ها بزاقسی عاشقم. زاقسی ها قدرات عاشقم. زهرا جان خوش رو چرونی؟ مکن فندم عزیزم یوری تنگم چیسان با فند شیرین میرم مکن فندم سرودی دوست داشته من رو خونده ایستادم. عزیزم برای زاغ سیاه خونده ایستادم. برای کی؟ برو شوچی روید آنها شناس شدن میخواد. اما ما نمیخواهیم احتیماس روید اهمیت نداره. بیا رفتیم. با فکرم ستاره هر دویمان موافق است. همین طور نه اصلا کدام سرود دوست میداری؟ برای من میخونی؟ من زاغ سیاه را دوست میدارم. چی؟ با تو چی؟ رو از پای کارم شم نباشد مفصول رو فرد بکنم. بینای عشق را از من بای اینجا بیا بس هسته؟ این رو بینه ساعت چند این دختر کجا شد؟ مایلش زنگ نزن کل از خودت رو به دست گیر. اگر زنگ زنم میگوید که دوملا با من رشک کرده ایستاده اید. یک کاری شما چی دوملا؟ الو دوملوزیو گمراهی دنیایم تو کردی تنهایم تو دوملوزیو هیچ به مشرده ایستادم. سردی بگو بدانم چی تو زهرا کردی. دوملوزیو هست. خانم سلین شما در کجای داماد شما را گیرم؟ مستم دل به تو بستم خانم دوستارت هستم. مستم دل به تو بستم عهد و وفا را نشکستم. آماده شما را میگیرم انتظار شوید. مایلش دوستت میدارم آخر دوستت میدارم مگر نمیفهمی. میلیس جان تو چی پرسیدن میخواستی؟ نسبتی دختر یگان حسیات داری؟ دختر؟ درباره بیتول گپ زده ایستادم. مگر نسبتی او یگان حسیات داری؟ میلیس جان چه علاقه دارد؟ از کجا این رو برآوردی؟ سمی با من شف نگو. لطفا راستش رو بگو. با من جواب ده. مگر او دختر به تو معقول است؟ معقول است؟ البته که نه. چه خیلی که تخمین کرده بودم هیچ سورپریز نشد. میلیس جان چی گفتنت رو نفهمیدم. مایل سمی با من دروغ گفته نیست. من در اصل برای خوشبختی خواستن آمده بودم. میدانم تو اون دختر رو دوست میداری. گوش کن این خیلی چیز نیست. یعنی بیهوده فکر کرده خودت رو خسته نکن. چی خسته میشدم؟ یا خدایا توبه گویا که من به تو محقولم. علاوه بر این من برای تو زیادتیم. بله من برای تو زیادتیم. آخر تو برای خود یاری افتی کو. برای تو خوشبختی میخواهم. مایلش میلیس این دختر چی میگوید؟ زهرا بس است تمام
میرویم حالم خوب است برام بزار. بس از سکون شد رفتیم بس بسیاری بد نوشیدیم مرا ببخشید و چشمانم رو از شما لحظه هم دور کردن نتوانستم. اگر رفتنی باشه شما رو در کجا دیدم میتوانم؟ در چخوری جهنم مالاشا یک تو چی خدر آدمی چسبک هستی؟ با تو گپ نزدم من با دوگانت گپ میزنم. از سببی که دوگانم رو جواب دادن نمیتواند در حال من به تو جواب میدهم در حال گم شو از اینجا. اما من تو از خودی اون نشنوم نمیروم. همین خیلی نمیرویم مایلش نباشد حالا من به محافظان شکایت میکنم. زورا جان تو یک لحظه ایست حالا بریم. بیایید من شما رو همراهی کنم. هم هوای تازه میگیره. چه؟ هوا میگویم هوا. بیرون برایم هوای تازه میگیره. سلندر کجاست؟ او هم با بیرون برامد. آخر به نزدیک او میرویم. کنی بیا. ای بسه من دوگانه هستم نزدیک او میباشم من چه خیلی مرا پرتفتم میرود البته بیا کنی زورا در کجا؟ بیا کنی بیا ایست بیا زیبو یکم با تو به گنجوی خلوت رویم. ستوند مرا به کجا میبریم؟ سرده چی شد؟ سلی در کجاست؟ سلی رو چیکار میکنی جونکم؟ من با تو هستم. بیا رفتیم خونم نزدیک هستیم. نمیشود سرده من نویله دور هستم برای همین مشکلی ندارد. اما برای من بیا دور رفتیم عزیزکم. من با تو رفتن نمیتونم سرده عزیزم من تمامی مشکلی تو رو حل میکنم. بیا رویم یک روی نکن. سرده گفتم تو رو حاضر زاغیسی آمده چونان میزند که تو رو بس هست از بگاه با زاغیسیا گفته ایستاده. این زاغیسیاش کیسته؟ زاغیسیا منم. زاغیسیا اومدنت رو میدانستم من باید زود روم کاری تجیلی دارم. زورا من باید که روم. نه رب خوش میکنم کاری مهم دارم باید روم. اگر روی باز میایی میایم زهرا میایم. بعد میدیم. زهرا میاید نمیاید زهرا جانم در اینجایی؟ سلیم انا بین زاغیسیا آمده حالا همینجا بود انیق زاغیسیا در اینجاست. خدای توبه میرویم البته میرویم. بیا رفتیم تو بسیار مست هستی. میاید گفتم کو خدای توبه من مستم اگر سلیم زهرا دیگر کلید رو داده‌ای در گشوده نمی شود. اوف زهرا این کلید هم دیگر است. با دقت نگاه کن. ایست باز نرفتی. نکشوده شد. رفتیم. این رو به من ده. مرا بیدار. آهسته راست باش رفتیم. درو زهرا جان اگر تو رو به حجرت می بودم همه خبردار می شدم. چه خیلی آنجا خدایا مرا به اینجا بذار. زهرا تو در اینجا خنک می خوری. خدایا
چی؟ گذار به اینجا اگر تو رو در اینجا بذارم همه به اینجا میفهمم. بذار گفتم یعنی شما چی گفتم؟ زهرا من تو شراب نوشیده ای؟ نه بابا جون چقدر شراب؟ کنی پوف کن پوف. او از دهانت بسیار بوی بد می آید. دخترم چرا این خیل میکنی؟ مگر در حاملگی آدم شراب می نوشد ها؟ من نه. البته که تو. من یکم کار بد نکردم. نه زاغ سیاه آمده بود. زاغ سیاه. تو مگر زاغ سیاه را دیدی؟ نه بابا جون چقدر زاغ سیاه. زهرا آیسته زهرا جون با اینجا شین من همین خیل شین آیسته باش الان می‌خواد؟ تمام دخترم تو میتوانی روی. من خودم حل میکنم. مایلش بابا جون و شبای خوش. شبهای خوش. زهرا دخترم بس است نکن. الکی نام زاغ سیاه را از تو شنیدن نمیخواهم. تو یک زنی آیله دار هستی. علاوه بر این با دامولازیا بر این یک دامولای محترم آیله دار هستی. یکی این حال را دامولازیا ببیند پس ما چیکار میکنیم ها؟ زهرا اگر خودت را فکر نکنی شوهرت را فکر بکن. اگر شوهرت را فکر نکنی طفلت را فکر بکن. زهرا خودت را به ترتیب درار. این نباید دوام دهد. آی نبیرم نبیره زیبایی من چرا این خیل میکنی ها؟ دامولازیا خوابش برده است. من او را بیدار میکنم. بسیار خوب خیز زهرا خواب است. زهرا جان بیا رفتیم بیا آیسته بیا جونم خیز بیا رفتیم آسته خوابش برده است. آیسته. بیدار نشده. آیسته رفتیم آیسته برو که برد خون. ای آدمی مبارک است. از رویش نور میبارد. دختری ما بوی شراب میکند. دامولا هیچ اهمیت نداد. او را داشته برد. کنی آب گیرم. استیم خانم زهرا انا بیایید خوب هستید؟ خوبم. ها وزیر کمتر آب نوشید سرم تاب خورده ایستاده است. دلم شوریده ایستاده. کمی آب نوشید حالتان سبک میشود. زهرا خانم چرا اینقدر بسیار مای نوشیده داخل؟ برای فراموش کردن. برای چی رو فراموش کردن؟ زهرا که همه رو فریب داده. همه رو برباد داد. خانم زهرا شما یعنی هیچ کس رو فریب نداده اید؟ دروغی ساخته کار. برای عشقم رو فراموش کردم. گوش کنید خانم زهرا شما دروغگو نیستید فهمیدید؟ شما همه این رو برای نرنجاندن بابایتان کردید. حالا اینها رو فکر نکنید کمتر استراحت کنید. هیچ کس رو نرنجانده اید اکنون خوب کنید. خوب شما رو ما رو فکر نکنید. حالا شما استراحت کنید. آهسته خوب کنید. انا علمت خوب شیر
ҳастам. агар маро роҳат гузоред пас хушҳолтар мешавам. оғои канъон همین خانم سلم با شما گپ زدن نمیخواد. دست طبقی خطی آدمات کچ کیجا. برای آن که دستی من معیوب است با من چنین رفتار میکنید پگاه تمامی عذابهایم با آخر میرسند. حساب تمامی عذابهای کشیدم را از تو میگیرم کلتکیلاس. به همش جواب میدهی. به همش. چه نگاه داری؟ زاغیسیو من شما رو بسیار یاد کردم. من آن را یاد کردم. اومدنتون رو میدونستم. من برای اومدن وعده دادم. بازداملازیا نفهمد که تو در حجرت نیستی. نه اون کس با نواز رفتن. خیل اویله داری چه رفته ایستاده است. باری آخرین باخری همون گفته بوده که داملازیا رو دوست نمیداری. فکرتی باز شد با اویله دار شده ای. نه دوست نمیدارم. پس چرا اویله دار شده ای زورا؟ یا خدای توبه، این در چرا گشوده است؟ گوش کنید خانم زهرا، شما یک زنی اویله دار هستید. با شما این در گپ زدن درست نیست. هم برای تو هم برای داملازیا خوب نمی شود. باز حامله دار بوده ای؟ حامله دار نیستم. اینش از کجا برآمد باز؟ یعنی حالا نیستی همون رزی می شود که کودکدار می شوی؟ نمی شوم. اما از داملازیا رزی کودکدار می شوی؟ نه نمی شوم. زاغیسیو برمیلش باز یکان کس نبیند من می روم. آی نرو ایست. نه نمی شود. داملا رو به یک طرف گذار. نرو. التجا میکنم رویت رو به من کشون. این نقاب رو از رویت گیر. خوش میکنم. زهرا نرو خوش میکنم. زهرا من باید روم. زهرا با کی گپ زده ایستاده بودی؟ با هیچ کس. با هیچ کس ها؟ خیر در اینجا چی کار میکنی؟ هوای تازه گرفته ایستادم. هوای تازه یا که زاغیسیا؟ نه بابا جان با هیچ کس گپ نزده ایستاده بودم. من به تو چی گفته بودم؟ با آن زاغیسیا دیگر وان نمیخوری نگفته بودم ها؟ تو آیله دار هستی، کودک انتظار هستی. اگر یک بار دیگر با او گپ زدنت را و واخوردنت را بینم تو را هم از طرف خودم هم از طرف داملازیا نمیبخشم. فهمیدی؟ با خدا آقای اکرم حلالت بود. با این نبیرت اکرم که بیزن که داملازیا را فریب نکند. این خیل بد اخلاقی را به خودت چه خیل زیبنده میدانی ها؟ زهرا تو را با وجود اینقدر دوست داشتنم قسم میخورم که از دلم تو را بیرون میکنم. با من این خیل رفتار نکن. اگر خواهی بیا مرا کوش. برویم نگر. به من وعده بده که دیگر با زاغیسیا وان نمیخوری. وعده بده. وعده میدیم. بگو. وعده میدیم.
میپرسم مرا ببخشید بسیار عرض میپرسم رفتیم به خانه زودتر آه زهرا آه. تنگی بد است مثل دختری 18 ساله من به این خانه دار میشوم این قدر زیباسته کلید کنی مرحمت برادر چه خیر که گپ زده بودیم همش رو حل کردم گپ نیست برادر یا بسم الله این ماشین امثال پدرم است چقدر زود با ما باور کرد ما هم ماشینی از همه آدم خطرناکترین شهرمان رو دزدیده بودیم ها؟ بله ما رو میکشت خوب شد که فروختیمش این رو با یک تیر دو فاختک زدن میگوین هم بلا رو دور کردیم هم پول رو به دست آوردیم رفتیم خرچخل به فکر من این ماشین برای جوانان است از تو یگان کس پرسید بهترین سوپر است بابا جان این ماشین سوپر من هم سوپر هستم بابا جان سوپر من کنی به ماشین گذشته شینید مرحمت انگا جان گذارید که یک در رحمت احتیاط کنید سرتون نزن تو چی نگاه داری؟ مایلش پدر جون نگاه نمیکنم با شما سیاحتی خوش چی گویم آخه بسم الله الرحمن الرحیم همه کسا کلمتون عرض کنید استاد شکری خدا که واخوردیم خوب شد که واخوردیم یک سوالک دارم پرسم استاد هجری اکنون دیگر این خیلی سرسخن کردن در کار نیست چرا در اینجا بودنت رو میدونم تو شخصی پرسنده ای سوال ها هستی سوالات رو بپرس خدا از شما راضی باشد استاد یک دختر رو دوست داری آن دختر تو رو دوست ندارد جایز است یا نه دوست نمیدارد گفته چی رو در نظر داری نفهمیدم استاد آخر حادثه تماما آشکار است در این امید نیست بله استاد از همین سبب پرسیدم جایز است سرچ کاری که نکنه دختر دوستش نمیداره بله استاد با خدا هجری تو این خیلی سوال های ناامیدی رو از کجا میابی استاد جایز است یا نه تو حالا هم در فکری سوالات هستی در حال جواب دهید میگویی نویس جایز است عشق مانند تجارت نیست دوست داشتی گفته دوست داشتن شرط نیست در نتیجه هجری آخر عشق در اراده نیست این قلب است فرمان را گوش نمیکند شخصی که دوست ندارد یگان چیز گم نمیکند از دوست داشتن هم چیزی زیاد به دست نمیاره شخصی که دوست نمیدارد انا او بیچاره است فهمیدم استاد خیر یک دختر رو دوست میداری برای او درد میکشی او رو با دیگر کس میبینی گناه نیست مگر نیست هجری نیست دردهای عشق انسان رو پخته میکند فهمیدی فهمیدم استاد خدا از شما راضی باشه خدا از تو هم راضی باشد درد عشق انسان رو پخته میکند هجری جان استادی جانم شوکت گاز رو سر کن زود بیرون گپ نیست یک آیله بزرگه سردار ماشین رو یافتیم اون رو تعقیب کرده ایستاده مایلش گوش کن شرف ما یک عملیاتی بسیار مهم بکنیم دو آدمی با قوت تیار کن با کجا رفتنمان را بعد میگویم حالا باشد رفته تیاری بین مایلش اکا شیری من
марҳамат гузаред. медони селен ҷон, туро ҳеҷ фаромӯш карда натавонистам. ба хотири ту баргаштам. илтимос эмре инро гӯш карда намехоҳам. селен, бигузор гап занам. чӣ қадар хатои бузург кардаамро баъд фаҳмидам. майлаш, медонам ба ман бовар кардан бисёр мушкил аст, ту ҳақ ҳастӣ, аммо агар ба ман як имкон бидиҳӣ, хатоямро ислоҳ мекунам, ваъда медиҳам. ҳатто як маротиба занг назадӣ. ман фикр кардам ки нисбати ман бисёр ғазабӣ ҳастӣ, камтар интизор шудам. офарин, 2 сол интизор шудӣ. он қадар нашудааст. аммо бин охир вақт чӣ хел тез гузашт. 2 сол пеш дар куҷо будем, ҳоло дар куҷоем, аммо бин боз якҷо рӯбарӯем. ҳамин хел не? эмре ман барои худам як саҳифаи нав шудам ва ту дар ин саҳифа нестӣ. майлаш охир, ин саҳифаро якҷо пур кунем, оғози нав бикунем. селен ҷон, аз ту танҳо охирин имконро мехоҳам. همینجا خیلی نیستیم ها؟ من اینجا بسیار نمیستم. تو خودش میتونی بینم چی میشه. اگر آمد نامد تصور آقا ایست نجوم در کجایید؟ من با شما گپ زنم؟ گوش کنید، پول هیچ مهم نیست. یعنی شما ما را سردید، چقدری که خواهید میدم. مالش؟ برادر سردارتون رو فرمونید عصبی نشید. تو مگر از نزد خانم ماشینم را چخل دودی میکنه ها؟ تو مگر مردن میخوای ها؟ کسی نامی مرا در این شهر شنود راهش رو عوض میکند. تو کی میشوی که ماشین مرا میدزدی؟ تو در زیر دستی کی کار میکنی؟ ها؟ اکا من در زیر دستی هیچ کس کار نمیکنم. من تنها به جناب اکرم رانندگی میکنم، دیگر در زیر دستی هیچ کس کار نمیکنم. اکرمش کیست؟ سراغش رو به من ده. اکا سراغ را چیکار میکنه؟ انا بس اووردیدش کو، او رو دستگیر کرده اووردی در اینجا نشسته است. تو چیا میگویی؟ چخیل در آنجا نشسته است؟ تو مرا مسخره میکنی ها؟ اکا استغفرالله این طور نگوید، مگر در این حالت مسخره کرده میشود؟ تو چرا ماشین مرا میدوزی ها؟ چه مقصد داری؟ اکا ما یکم ماشین پوشی ندوزیم، اون ماشین رو خریدیم. چه خیل خریداری کردن آن توی آب بلد. اکا در حقیقت ما این ماشین رو خریداری کردیم. التماس ازم با جناب اکرم گپ زنان کرده مسئله رو حل کرده میتونه. پول بسیار دارد. حقیقتا یک آدمی ثروتمند است. در کار شود از این ماشین 2 تا خریده میدهد. برای یک ماشین میکشین آدم. آی بیشرف، ما در فکر چی هستیم؟ تو درباره این چی گپ میزنی؟ 2 تا نه 20 تا گیری چی میشود ها؟ آی چرا ماشینم را دزدیدی؟ تو چی مقصد داری؟ اکا با خدا ما ماشین رو ندوزیدیم، شما ما رو خطا میفهمید. گفتم مانم که داماد جناب اکرم کمیسر است، او آدمی شناخته است. سرکمیسر اونا. آی تو مرا تهدید میکنی ها؟ احمق. نه اکا استغفرالله. با خدا دندونم افچید اکا. اکا جان شما آدم چی خیل میزنید؟ مگر آدم روی خیل میزنه؟ اگر من همه خیل زدن گرید اکا من از اینجا میروم. اکا در دهانم نزنید که دندانهایم بی‌قوته. آی من تمامی دندانهای تو رو استوار میکنم، بعد تو رو کشته به دریا میپرتایم. چه مقصد داری؟ مرا خسته نکن. نزن اکا نزن. تمام آرام شوید گپ میزنم. آن امیر خیل عقلت رو کار فرما. بلبلی من کنی با گپ دارم. اکا در اصل یکان جای گپ زنیش نیست، در حقیقت در اینجا معلوم که چی کاری هست. تمام بگذار که ماشین رو دزدیدم، ما باشیم این ماشین رو خریدیم. من یک دوستی نزدیک دارم با این خیلی کارها سر کار دارد، میفهمد. با او یک زنگ زنم نامش کالتاکیل است. چی؟ کالتاکیل است؟ وای پدر سگه، باید تخمین میکردم. این معلوم بود. آخر به این کار قادر نیستی. وای خدا
تو را زند. یعنی کالتاکلاس دزدیده هستن؟ ака калтакелас надӯзида шумо хато фаҳмидед. ман гуфтаниям ки калтакелас ин корро ҳал карда метавонад. آی کالتاکلاس، این آخرین دزدی تو می شود. این دفعه با عجلت روبرو شدی. آن حرامی را زن آمده همه تا رو خلاص کند. به من باز نگویی که رقمهایش را ندارم. ناخلف باشم که برایت بنزین ریخته در اینجا می سوزانم. تمام ака фаҳмидам. алё бародар ин мошин дуздӣ баромад. تو چه میگویی شوکت؟ چه خیلی ماشین دزدی؟ شوکت من جزوی تو رو میدیم. сурғаро мегӯям бинавис. مایلش میآیم حاضر. ба худо ки ин дафъа ягон гуноҳе надорам. майлаш. селин ҷавобатро интизорам. किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है селин जाने कितने लबों पे गिले हैं जिंदगी से कई फासले हैं बस जीते हैं सपने क्यों आंखों में लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं غمگینم هنری نمیتوانم. дар ҳаётат ягон каси дигар аст? भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा. گوش کنید آقا، پول هیچ مهم نیست. شما ما را سر دهید، چقدری که خواهید میدهم. چه خیل پول پیری برجا مانده. من آدمی را که ماشینی مرا میدزدد خانه‌اش را میسوزانم. آخر ما ماشین را ندزدیدیم؟ آخر شما به همین هم دزدیده نمیتوانید. پس ما را سر دهید رویم. سر میدهم، سراسی من نشوید. اما بعد از کالتاکلاس اومدن ай боз номи ҳамон калтакелос аст. дигар дар ҳама ҷо номи калтакелосро мешунавем. магар дар шунидани номи ӯ мо маҷбур ҳастем? шавҳарам аз қафои ӯз гуфта қариб ки хонаам вайрон шавад. ҳоло бошад як ҷосуси дигараш аз пушти калтакелос ба мо шиканҷа карда истодааст. تو که را جاسوس میگویی؟ ای آقا، شما را نگفتن به خود نکشید. شما انسان خوب هستید. زنها در بین خودشان غیبت میکنند. نه بابا جان، او را گفتیم. یکمش تو حق نداری که بابای مرا پیری برجا مانده بی. فهمیدی؟ دویومش تو را گفتیم بعد تو چی کار کردن میتوانی؟ از دست تو چی میآید؟ بیا چون زاغی سیاه بیاید به همه کارهای کرده تا یک جواب میدهید. فهمیدید مرا؟ چون زاغی سیاه بیاید؟ کیست تو؟ او را حتی نمیشناسم. خوب شناس میشوید. زهرا با این آدمی بفهم گپ نزن. من با او گپ نزده ایستادم اپا. دخترها عیب است، بسیار عیب است. بابا جان، زبان اینها کمتر دراز شده است. کمتر بریده پرتایم. دخترها خاموش شوید، عیب است. در مقابل شما یک آدمی خلال است. کودکاتان را فکر کنید. در کجایید؟ تو یا کی تو؟ بعد از آن تو؟ از هم آخر تو؟ аз падарам зуҳро ҳале аз ҳеҷ кадомаш хабаре нест. телефонҳои ҳамаашон хомӯш аст. чӣ? ҳале ҳам бо онҳост? ака кай аз хона баромаданд? падарам як мошини варзишӣ хариданд. онҳо якҷо нишаста ба сайругашт рафтанд. чӣ хел мошин буд? майлаш ака.
مرا گوش کنید. موستنگ مدل 66 رقم دولتیش 0006 D01. تکرار میکنم. رقم دولتیش 0006 D01. از تمامی کامراهای به خاطر شهر خواهش میکنم در حال این ماشین یافته شود. همه جا خاموشی است فرزندانم. بله یگون کس صدا نمیبرورد. عجبا پلیس آمد. انشاءالله بابا آمده باشد ما رو رها میکند. با خدا آید بسیار خوب انشاءالله میشود. همش خوب میشود. با خدا که میترسم میانم بسیار درد میکند. ای کمتر دیگر طاقت کنید انشاءالله همش حل میشود. کیست در آنجا؟ شما از این طرف روید. شما با من آید. اطاعت سردار. چشمان شما را کی کشد؟ کی باشد؟ از کجا دونم؟ کی باشد؟ چشمانم پوشیده بود. تو کی هستی؟ تو یاری دل! یاری دل! یاری دل! یاری دل! یاری دل! تو به دست افتیدی احمق چیست تو دستم؟ چی شد؟ حاله خوب هستی جون؟ اونا خوب نیست. همین رو دستایم را بکشوته. دورا جون خوب هستی؟ من خوبم. زودتر بکشو. جونا داماد در آخر قربه شده یک موش را دستگیر کردی. آفرین به تو. کلی دستم را بوسه بکن. کندت زن داماد شیری من. ما یک عائله بزرگ هستیم. من اینقدر تخمین نمی کردم که اون نل ما را نجات میدهد. اگر زاغ سیاه می بود بسیار غمگین می شدم. آخر شما زاغ سیاه را تو به این کار دخالت نکن. هر طرفت بدی. آخر پدرجان شما ساق سلامت برگشتید. نجات دادن کسی اهمیتی ندارد. بله بابا جان من به شما یگان چیز می شود گفته بسیار ترسیدم. به من هیچ چیز نمی شود دخترم. تو را ندیده از اینجا به آنجا نمی روم.
در پا راست موندیم. بیاید کنی به خانه میداریم. شوکت میرویم. من بخونش میروم. ای بیا رفتیم. آزاد شدی. این آدم گناه کردنش رو قبول کرد. میتوانی روی. درو. خاطر نشو نمک. تو رو در اینجا نمیگذارم، تو رو میبرارم، میدونی ها؟ من آدمهایم رو هیچگاه نمیپرتایم. دانسته باش. مایلش اکا مایلش. خیر مایلش زیغ نشو. بیا برو. اکی کن اون اکی کن اون در اینجا امضا گذارید. اکنون شما آزاد روید. هستید ها؟ بله. امروز روزی ماست. امروز خواهر کلت کلاس را از بین میبرداریم. آن خزنده را پاره پاره نکنم نمیگذارمش. انتقام همه درد و عذابم را از آن ابله حرام میگیرم. بیایید میرویم. رفتیم. من برای خیر خوش آمدم. خیر خوش؟ بله. چرا آخر؟ چرا؟ خانم زهرا، شما با دامولازی آیله دار هستید؟ به فکر من شما حقی دیگر بابایتان رو رنجاندن رو ندارید. Ama ben Namaz yazık anlatmaya yoruldum. Dura. Sen benden vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık günah ben oysa kardele. من هم تو دست می‌دارم خانم. Acıyla boy veren gibi. اما بعضا دوست داشتن کفایه نیست. حقیقت ها شما را عذاب دیندم. انسان برای کار درست کردن مجبور می شود. من مگر دوست داشتن نمیتوانم. گوش کنید زهرا، در دستور آزاد هستید اما برای حرمت کردن مجبور هستید. به فکر من هم شوهرتان و هم بابایتان را دیگر آنقدر غمگین نکنید. چرا این خیلی شده است؟ چرا من با دوست داشتم مونده نمیتوانم؟ مگر من به این حق ندارم؟ Seni severdim. Sen hisli korkak savaşçı. Aşkı kime ناحقیست. خانم زهرا، خانم زهرا، خودتون را بیهوده غمگین نکنید. دیگر غمگین نکنید. این طور باشد نرم. من تو را بسیار دوست می‌دارم. Sen aşkı anlamaz bilmez. من هم تو را بسیار دوست می‌دارم زهرا. Akmayan gözyaşımdan seni severdim. Sen hisli korkak savaşçı. Aşkı kime satmış hain. Ben her savaş meydanında seni severdim. بابا 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 جان خوب هستید؟ بابا جان با شما چی شد؟ بابا جان پدر جان با شما چی شد؟ شما خوب هستید؟ زود بابا من خونه میبریم بابا جان با شما چی شد؟ پدر جان صبر کنید
توقت کنید پدر جان میشود بالا زنده بالا زند من چی کردم؟ انشالله با آقای اکرم چیزی نمیشود بالا زند لبای آقای کنان داملا شام بخیر داملا همین که برآمدم اول به شما زنگ زدم آقای کنان راستی حالا هیچ وقت ندارم یکم وقت دیگر گپ زنیم خواطر نشوید داملا بسیار وقتتان را نمیگیرم یک خرسندیم رو به شما گفتنی بودم داملا خواهری کلتکیلس بیشرف رو یافتم داملا یافتم داملا دعاهایتان قبول شدم در آخر از آن کلتکیلس بیشرف انتقامم را میگیرم خیر میل شبهای خوش داملا شام بخیر بتول در کجایی؟ اکنون یگان جای این را پنهان کردنم نمون اکنون خواهرم بودنت رو باید دانی بتول شفقت زودتر باش زودتر گفته ایستادم پدر جان توقت کنید التماس توقت کنید انا بیاید با بیمارخانه نزدیک شده ایستادیم کم ترک دیگر من توقت کنید پدر جان شفقت پسرم التماس تستر زود باش شفقت بگازم خمیره و خید التماس توقت کنید التماس توقت کنید بابا جان خواهش میکنم مرا تنها نگذارید خواهش میکنم باز در اینجا چی شده باشه؟ از طرف راست 4 متر از این طرف 4 متر از طرف شفقت سرم یگان کار کناخیر چی کار میکنید یگان کار کناخیر جناب فرخ صدمه شده است باید به دیگر راه رویم از طرف راست 4 متر توقت کنید که مکه که دیگر محکم است کن اگر در اینجا نباشد پس در خانه اش است با خانه اش میرویم بله شکر اوه خدایا توبه در این ساعت کی باشد کیست آنجا منم کنعان شاید مرا در مغازه‌تان دیده اید بله مرحمت آقای کنان در این ساعت چی میخواهید؟ با ما خانم بتول لازم است همین خیل بتول در خانه نیست چرا لازم شد؟ یک بیماری داریم با خانم دکتر نشان دادنم آن لازم است خدا شفا دهد بتول در بیمارخانه است اگر خواهید با آنجا رفته او را از آنجا میابید همین خیل میلش تشکری زیاد خواهش میکنم در نیمی شب ما شما را ناراحت کردیم ما را ببخشید هیچ گپ نیست شب بخیر شب بخیر پیش درآید با بیمارخانه میرویم میلش عاجلا با ما ماشین در کار است صدقه شما البته دومولو چرا نه مرحمت تشکر
را گرفته ایستاده است گاز رو سیخ کن شفقت بابا جون شفقت زود باش آخر تستم گاز رو زر کن با تو بگیم زودتر خانم بتول درباره یک مسئله مهم باید گپ زنیم لطفاً با ماشین سوار شوید داملو چی گپ است؟ در این شب درباره چی گپ میزنید؟ خانم بتول حالا فهمانده نمیتونم مسئله حیاتی است لطفاً با ماشین سوار شوید مرحمت انا آن دختر تعقیب کنید زود باشید گمش نکنید گمش نکنید که همه اتان را نابود میسازم زود باشید پای برده ایستادند داملو چی گپ است؟ کی پای برده ایستاده است؟ و کجا میرویم؟ لطفاً داملو بگویید. خانم بتول همش رو با شما میفهمونم گفتم که لطفاً کمتر صبر کنید التماس داملو چی شده ایستاده است؟ این آدما کیستند؟ ای بچه زودتر باش آنها را از دست میدهم خانم بتول سخت دارید کمتر پس تیزتر میرونه زود باشید داملو آرام شوید با فکرم رفتم داملو دور شدن چی گپ است؟ این آدما کیستند؟ من بسیار ترسیده ایستادم نترس خواهر اکنون من در برات هستم انیق با کلتا کلاس برای واخوردن رفت هر سوراخی را نظر کنید او را پیدا کنید که نباشد همه اتون را میکشم پیدا کنید یاری دهید زود باشه دور باشه زود باشه آیسته بابا جون آیسته پدر جون آیسته احشو شد پدر بیایید در اینجا چی کار میکنی؟ اینجا رو با یاد آورده داملو من چی رو با یاد آورم؟ شما چی ها گفته ایستاده؟ از راستی من خودم رو خوب ایست نکرده ایستادم چی شده ایستاده است و من فهمونید التجا میکنم من با شما باور کردم تا به اینجا آمدم معلش خانم آخر با اینجا برای همش رو فهموندن آمدیم رفتیم بیایید مرا گوش کن چه خیلی آنها را از دست دادم بتول اینجا رو داری و داری؟ اینجا پدرم مادرم من برادرم تمامی اهل اویلمون جمع شده به اینجا می اومدیم لکن داملو
شما این راز کجا میدونید؟ بله بتول به اینجا می اومده. تو بسیار هم شوخ بودی. تو در اونجا در کنار چند بار رفتیدی که میداند. من باشم تو رو نگاه کردن نتوانستم. گفته از پدر و مادرم چندین بار گپ شنیدم، به یاد ندارم. بعد باشد خسته و به حال به محلمون برمیگشتیم، اما تو چنان شوخ بودی که چون به کوچه می برآمدی در حال با دگونه هایت بازی رو آغاز میکردی. بعد روزی برای صورتگیری باید میرفتیم با تمام اهل عائله. بتول تو باز گم شده بودی. بتول تمام محله تو رو جستجو داشت. یاد داری؟ خواهرکم اکای جون تو رو باز من یافتم. بتول در وقت صورت گرفتن مرا سخت آغوش کرده بودی. نترس خواهر جانی. با این طرف می رویم. چنان آغوش گرفتی که تقدیر است دختر. ما را چنان جدا کرد که تو را به دست یک عائله داد. من در خانه بی پرستان ماند. همه خیل از هم جدا شده. روزی آخرین تو را دیدم آن روز تنها این ماند. الان بگیر. مویزه نکرد رو آبتانده بودی من گرفتم. بیا بتون دست رو مانده. بیا بتون کانتری دیگر کن. اکا جون کمک کن. بیا بتون کانتری دیگر کن. زودتر بتون. اکا جون کانتری دیگر کن. زودتر. اکا جون مویزه نکن. مون دیگرش رو بگیر. خواهش میکنم گریب نکن. خواهش میکنم. سالهای در روز این رو پنهان کرده بودم. خواهر جان، خواهر جان. اکای من. اکا جان. خواهر جان. خواهر